خب اومدیم با بچهای پوسان تو شهر پوسان. نه شما که مال اون ورید، بچهای پوسان اینا. آقا طاهر گل که یکی از بچه‌های سرزمین در گل سبد چی میگن یه چیزی میگن. یه نفر ایرانه. برو اینجا بگی. اون تو نه دیگه برم تو دیگه موقع غذا خوردن دیگه ضایع است بابا. آقا طاهر، آقا فراد به مشهور به دنی دنیلسون، آقای شارخان، آقا محمد، مشهور کیوان خودم میگم، آقا عباس سوپر استار دارم بعد آقا حمید و اینم خودم هستم. سلام عرض میکنم خدمت، خیلی ممنون. الان داری میگیره؟ با عرض سلام خدمت بینندگان و شنوندگان محترم، هم اکنون گزارشی که به دست ما رسیده است، ما در پوسان هستیم و بچه ها مشغول سنگاب سر خوردن. شور حسینی برشه فکر کرده واقعا این و داره برنامه از شبکه سوم سیما داره پخش میشه. حرف این یه دونه رو قبول نکنید بچه ها. آقا مسعود اون ور هست و آقا مسعود که یکی از گل‌های سرسبد پوسان. علی غیبت نکنه، شنیدم چی گفتی. میگم شور حسینی بچه‌مون زیاد. اونم که آقا عباس آقا سرش به پایین یه نگاه کن، یه دو شاخه محبت چیزی نشون بده. فقط خدا وکیلی من اینقدر جلو آقا طاهر نمیدونم. اونم آقا محمد آقاست که 2 هفته دیگه ایرانه، میبینینش بینندگان، میبینینش. آقا ایران همه سلام رسوندن، گفتن خوش بگذرونید. اینم که میبینید آقا نادره، هم اکنون خبری از ایران برای ما آورد که گفتن سر سلامت و چیزی و اینجور چیزا. بس داره کارده؟ اما ما ایرانی ها، اون ایران. محسودی که سمشهری دیگه اردبیل. ایران. آگه خدا تلویزیون دیده بخش. منم تلویزیون رو باقا اما بو انظری چه دیه؟ دوباره بزن رو کارش شما. خورین شما را